حدیث سومین در فضیلت عمره از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. رواه الترمذي والنسائي. از عبدالله ابن مسعود راضی شود الله تعالی گفتند که جناب رسول الله چنین فرمودند صلی الله علیه وسلم بین حج و عمره پی در هم کنید. تابعو، بعضی علما میگن که حج کی کردید عمره کنید، عمره کی کردید حج کنید، یعنی تا میتوانید بین حج و عمره پی در هم کرده استید. یعنی این علل خصوص با آن آدمانی که در زمین حجاز زندگی میکنند و برای آنها برای رفتن به حج و عمره یک کاغذ و قلم، یک صرف و خراجات اضافگی نیست. یه روزی استراحتی که پیدا کردن میخیزن به عمره به حج رفتن میگیرن. مردم عرب علل خصوص آنهایی که بدون تأشیره و بدون هواپیما میتونن با مرکب‌های خاص خود کی خواهند عمره میکنند، بله در حق آنها یعنی بزرگترین عمل است واقعا. تابعوا بین الحج والعمره، بین حج و عمره پی هم کنید، چون حج و عمره کمبغلی را دور میکند و گناه را دور میکند. یعنی کمبغلی و فقر را نیست و نابود میکند. چه خیلی که دمی آهنگری افلاسی آهن و طلای و نقره را دور میکند، همین گونه حج و عمره از انسان گناه و فقر را دور میکند. یعنی کسی که بسیار حج و عمره میکند و حج و عمرش اگر با پول مال حلال و با اخلاص و با پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، از او کمبغلی و گناه برداشته می شود. واقعا این فضیلت عظیم است، دلالت به فضیلت حج و عمره و به فضیلت پی هم کردن، یعنی نافله باشد هم زیاد کردن حج و عمره دلالت میکند. البته این در آن حالتی که از حج و عمره دیده عملهای واجبتر و عملهایی که ثوابش بزرگتر نباشد به آن شخصی که حج و عمره را نافلتاً کردنی هست. این حدیث در سنن ترمذی و در سنن نسائی هست، حدیثی صحیح هست.